میخوای بدونی که چطور کریم خان به جایگاه پادشاهی رسید؟ شاید فکر میکنی که کریم خان تمام مسیر رو با مهربانی و جوانمردی طی کرده. اگر میخوای راز پادشاه شدن کریم خان رو بدونی، این ویدیو برای تو. پاسخ به این سوال که چرا کریم خان زند بعد از گذشت این همه سال برای مردم ایران چهره‌ای محبوب و دوست داشتنی است، چندان دشوار نیست. از چشمانداز سیاسی وجود این مرد ساده دل و پاک‌نهاد اما هوشیار و خردمند مثل مرهمی بود بر زخم‌های عمیقی که بر پیکر مردم ایران نشانده شده بود. چه چیزی باعث شد که ایل زندیه که یک ایل ناشناخته و بی اهمیت بود به قدرت برسه؟ چه چیزی باعث شد که کریم خان شاه ایران بشه و تا ابد اسم خودش رو در قلب‌های مردم حک کنه؟ توی این ویدیو تمام نکات و مراحل رسیدن کریم خان به پادشاهی رو گفتم و نکته آخر در انتهای ویدیو نکته‌ای هست که شگفت زدتون میکنه. در کشاکش بین صفویه و افغانها در آن ایام که برخی از نواحی غربی ایران به تصرف دولت عثمانی در آمده بود، ایل زند گهگاهی هم به عثمانی‌ها و هم به افغان‌ها میتاخت و هر دو متجاوز را مورد غارت قرار میداد. هدف آنها اگر هم بویی از برگرفتن غنیمت و چپاول داشت، هدفی مقدس و توجیه پذیر بود، چرا که دشمنان و متجاوزان سرزمینشان را هم خواه ناخواه در تنگنا می‌گذاشت. تراژدی غم‌انگیز اما گریزناپذیر سقوط صفویه و پیامدهای هولناک آن، حماسه برآمدن و استیلای نادر قهرمان ملی و بعد فاجعه سقوط دهشتبار او، جدال بازماندگان نادان و ناتوان خاندان افشار، هرج و مرج و آشوب تا استقرار وکیل الرعایا ایران را در غرقاب خود فرو برده بود و چنان مردم را خسته و از پا انداخته بود که طلوع کریم خان را با همه سایه روشن‌های حکومتش به راستی موهبتی آسمانی گرفتند. در تراژدی غم‌آور و عبرت‌انگیز گلون‌آباد، وقتی شاه صفوی تاج شاهی را با دست خود بر سر یکی از رعایای افغانی خود گذاشت و روح ملی آریاییان را زخمدار و زبون کرد، نادر مثل ستاره‌ای تابناک در آسمان تاریک و سیاه ایران درخشید و چون صاعقه‌ای درخت نوپا اما خشک‌بن حکومت افغانها را از بیخ برکند. شاه طهماسب دوم، پسر سلطان حسین صفوی، با جنبه‌های ضعیف شخصیتی خود توانایی ادامه رهبری را نداشت. اوضاع بسیار پیچیده‌تر و پرخطرتر از آن بود که این شاهزاده حرم پرورده قادر به چاره‌جویی و سامان بخشیدن به آن باشد. اما عوامل اصلی سقوط صفویه عواملی نیرومند و بسیار مهم و غیر قابل اجتناب بودند و اگر کسی تواناتر از شاه سلطان حسین هم در رأس حکومت می بود، تنها چند سالی می توانست سقوط آن را به تعویق اندازد. عوامل اصلی سقوط صفویه بسیار نیرومند و غیر قابل اجتناب بودند، اما تاریخ داغ ننگ سقوط صفویه را بر پیشانی شاه سلطان حسین کوفته است. پیروزی درخشان نادر، افسانه شکست ناپذیری افغانها را که سلطه‌گران پیوسته در بوق و کرنا می‌دمیدند، پوچ و بی‌معنی کرد. بعد از مرگ نادر، وارثان او به جان هم افتادند. انگیزه این جنگ خانگی گرچه ربودن عنوان پادشاهی و جاذبه سلطنت بود، اما از آن مهمتر بیم جان و صیانت نفس هم بود، چرا که آنان از همدیگر می‌ترسیدند و شدیداً نسبت به هم بدبین بودند و حق هم داشتند. علی قلی خان، برادرزاده نادر، همان کسی که توطئه‌گران سر بریده نادر را به ارمغان پیش او فرستادند، به سلطنت نشست و بر خود نام عادل شاه داد. در همان اولین قدم 16 نفر از فرزندان و نوه‌های نادر را که کوچکترین آنها طفل شیرخواره‌ای بود و رضا قلی میرزای کور هم جزء آنان بود، در قلعه کلات بر سر دفینه‌های نادر به قتل رساند. از میان آنها تنها شاهرخ 14 ساله فرزند رضا قلی میرزا را زنده نگه داشت. او که در هنگام سلطنت 24 ساله زیبا،
و بسیار ورزیده و خوش‌اندام بود، شیوه‌هایی برای تثبیت خود به کار گرفت که در نهایت به سودش تمام نشد. او خیلی زود موجبات سقوط خود را فراهم ساخت. برادرش ابراهیم خان بر علیه او برخاست. ابراهیم خان برادرش عادل شاه را می‌کشه و به قدرت میرسه. ابراهیم خان هم به دنبال بازی‌ها و برخوردهای چند به دست قوای شاهرخ افتاد. ابتدا کور شد و بعد به قتل رسید. بزرگان مشهد شاهرخ را که در زندان بود بیرون آورده و به سلطنت رساندند. شاهرخ که در زندگی پرماجرای خود چندین بار تا یک قدمی مرگ رفته بود، در یکی از همین ماجراها به دام افتاد و چشمهایش را از دست داد. اما زنده ماند و بعد از 48 سال سلطنت سرانجام زیر شکنجه‌های آقا محمد خان قاجار که می‌خواست دفینه‌های نادری را به او تسلیم کند جان باخت. مهدی خان فرمانده ایله‌زند با گروه 700 نفری خود پیوسته به ترکان می‌زد و همین که احساس خطر می‌کرد به دامن کوه می‌کشید. بابا خان چاپشلو مردی کارکشته بود. او با استفاده از سادگی ایله‌زندی‌ها بنا را بر نیرنگ گذاشت، زیرا به خوبی می‌دانست افرادی که لشکر عثمانی را با شیوه‌های جنگی خود به سطوح آورده‌اند به او و لشکریانش باج نخواهند داد. با مهربانی دروغین مهدی خان را به نصیحت گرفت و به لطف نادر امیدوارش کرد و او را خام کرد و به پیش خود طلبید. وقتی دلاور ساده دل به اردوی او رسید، توقیف شد و به زندان افتاد و پس از اینکه 400 نفر از مردان دلیر آنها را به قتل رساند و اموال و اسباب و نقدینه‌های آنها را گرفت، مهدی خان را هم اعدام کرد و ایله‌زند را طبق فرمان نادر به خراسان فرستاد. بعد از مرگ نادرشاه، فرزندان ایناخان، کریم بیگ و صادق بیگ در مقام ریاست ایل 30-40 نفر خانوار ایل خود را برداشتند و به پری زادگاه اصلی خود رفتند و زندگی تازه‌ای با همان روش نیاکان خود شروع کردند و راهزنی و چپاول کاروانها را از سر گرفتند. کریم در آن زمان 40 ساله بود. به تدریج مناطق اطراف زیر سلطه آنها درآمد. مهمترین آنها تویسرکان بود. صادق و کریم از افراد برجسته ایله‌زند به حساب می اومدن و اعتبار ویژه‌ای داشتند. کریم را توشمال یعنی بزرگتر و کدخدا نام داده بودند به اعتبار اینکه نه فقط مردی شجاع و دلیر و شمشیرزن بود، بلکه خردمند و فرزانه هم بود. در واقع کریم توشمال سرداری از سپاهیان ابراهیم خان افشار برادرزاده نادر بود. زمانی که شاهرخ شاه میشه، سران قبایل سپاه نادرشاه همه رفته بودن برای خودشون تاج و تخت درست کنن. همه معتقد بودن میتونن شاه ایران باشن یا حداقل که خان خود مختار باشن. شاهرخ شاه و سران حکومت او باید مدعیان شاهی رو و خانی رو سرکوب و وادار به اطاعت می‌کردند. یکی از این خانهای خودسر کریم توشمال بود. جایگاهش خیلی پایین‌تر از جایگاه خان بود. حالا چطور از جایگاه کریم توشمال به خان رسید؟ 2 روایت وجود داره. یه روایت میگه که خود ایله‌زند چون از فرماندهی کریم زند خوششون اومده بود، به او لقب خان رو دادن. روایت دوم میگه که در همون چند ماهی که ابراهیم شاه ایران بوده، میره پیش ابراهیم شاه و به شاه گفته که ایلش رو میخواد ببره توی قشون شاه که خدمت بکنن و ابراهیم شاه لقب خان رو به کریم داده. اینطوری کریم توشمال کریم خان شده. نبردهای بلند و کوتاه محلی که کریم خان را به صحنه مبارزات قدرتجویانه کشاند، با اولین درگیری بین کریم خان و محمد علی خان تکلو حاکم همدان که اندیشه توسعه قلمرو حکومتی خود را در سر می‌پروراند شروع شد. در این نبرد محمد علی خان شکست خورد و آوازه قدرت کریم خان در همه جا پیچید. ماجرا از این قرار بود که محمد علی خان تکلو حاکم همدان برای جاه طلبی‌های خود می‌خواست از قدرت کریم خان استفاده بکنه. بنابراین پیکی برای کریم خان فرستاد.
اما تکبرش به او اجازه نداد که نامه دوستانه و با احترام برای کریم خان بنویسه. اما لحن پرتحکم نامه چنان کریم خان را به خشم آورد که بینی و گوش پیک محمد علی خان را برید و او را نزد اربابش بازگرداند. کریم خان موفق شد با تنها 300 نفر از قزاقان زندی سپاه 5000 نفری محمد علی خان را شکست دهد و با تار و مار ساختن آنها اسباب و بنه و چند توپ آنها را تصاحب کند. محمد علی خان تکلو از برادرش حسن علی خان حاکم اردلان یعنی کردستان امروزی کمک می‌خواست. کریم خان با اینکه توپخانه محمد علی خان رو غنیمت گرفته بود، متوجه میشه که حریف سرسختی داره و نمیتونه با سپاه حسن علی خان مقابله کنه. پس یه راه حلی به ذهنش میرسه. شبیخون. 45 شبانه روز با همین روش پیش میره و کلی غنیمت میگیره و اونها رو وادار به عقب نشینی میکنه. این پیروزی باعث شهرت بیشتر کریم خان شد و از ایلهای دیگر هم به کریم خان پیوستند. هدف بعدی کریم خان تصرف خانسار و گلپایگان بود، اما کریم خان با قشون دیگری درگیر شد. شاهرخشاه حکومت اصفهان رو به ابوالفتح خان یکی از خانهای بختیاری داده بود و با این کار حسادت خان دیگر بختیاری یعنی علی مردان خان رو برانگیخت. او با سپاهی از طایفه‌های بختیاری و تفنگچیان چاپلوقی و خانساری به جنگ ابوالفتح خان رفت و وقتی از او شکست خورد به سمت کریم خان رفت تا از او کمک بخواهد. کریم خان به قصد یاری دادن به علی مردان خان روی به اصفهان آورد. نبرد قهیز مجمع البحرین به شکست ابوالفتح خان انجامید و او را که به نارین قلعه اصفهان پناه برده و متحصن شده بود سرانجام به تسلیم شدن به کریم خان که موفق به گشودن قلعه شده بود مجبور ساخت. او اینک مجبور به اطاعت از 2 رقیب نیرومند خود شده بود. در باب علت شکست ابوالفتح خان رستم و تواریخ روایت جالبی دارد. این روایت در عین حال نشان می‌دهد که مردم چگونه نسبت به حکام زمانه خود بی‌اعتماد بودند. وقتی اخبار مربوط به حرکت کریم خان و علی مردان خان به اصفهان رسید، ابوالفتح خان در صدد تدارک ساز و برگ جنگ برآمد، اما خزانه‌اش به کلی خالی بود. او که ظاهراً یا به سبب نجابت ذاتی و یا آگاهی از جیب خالی و دست تهی رعیت شرم داشت از آنها چیزی بخواهد، ناچار به سراغ متمولین شهر رفت و از آنان مبالغی به قرض خواست، ولی آنان چیزی به او ندادند. به ناچار لباس خانه شاهان صفوی را که از جامه‌های زربافت و کهنه انباشته شده بود خالی کردند و لباسها را به آتش کشیدند و مفتولهای طلا و نقره حاصل را به زرادخانه بردند و سکه زدند و خرج سپاه کردند. اما سپاهی که ابوالفتح خان با این تمهید آراسته بود قادر به مقابله با سپاه حریفان او مخصوصاً کریم خان کارآزموده و یاران جنگیده او نبود و به سختی شکست خورد. کریم خان و علی مردان خان و ابوالفتح خان که حاکم اصفهان بود با هم پیمان اتحاد نوشتند. خانها با هم تصمیم گرفتند که یک شاهزاده صفوی که از طرف مادری شاهزاده بود رو به پادشاهی ایران منصوب کنند. این شاهزاده ابوتراب نامی بود که فرزند میرزا مرتضی صدرالصدور و از نوه‌های دختری شاه سلطان حسین بود. ابوتراب را با نام شاه اسماعیل سوم به سلطنت رساندند. این 3 خان هر کدام منصبی در این سلطنت خود ساخته یافتند. علی مردان خان نایب السلطنه شد، کریم خان سردار سپاه شد و ابوالفتح خان که حاکم اصفهان بود در همان مقام باقی ماند. سوگندی نیز بین آنها بابت حفظ و حمایت شاه اسماعیل سوم امضا و قرار شد هر کس نقض عهد کرد آن 2 دیگر بر او تازند و کارش را تمام کنند. زمانی که کریم خان برای تصرف قزوین و کرمانشاه رفته بود، علی مردان خان که نایب السلطنه بود عهدشان را شکست و ابوالفتح خان حاکم اصفهان را به قتل رساند و عموی خود حاجی بابا خان را به جای او منصوب کرد. علی مردان خان به شیراز حمله کرد. کریم خان همین که از کشته شدن ابوالفتح خان و حمله علی مردان خان به شیراز مطلع شد، عازم اصفهان شد و آن شهر را از حاجی بابا خان پس گرفت و به برادر خود صادق خان سپرد و به سوی علی مردان خان تاخت.
قبل از اینکه دو سپاه به هم برسند، شاه اسماعیل سوم و یک سری از قشون علی مردان خان فرار کردند و پناه بردند به سپاه کریم خان زند و علی مردان خان به سمت خوزستان فرار کرد. کریم خان با شاه اسماعیل سوم به اصفهان برگشت. کریم خان نایب السلطنه شاه شد با لقب وکیل الدوله. کریم خان از سال 1130 حکومت خودش رو به عنوان وکیل الدوله، یعنی وکیل دولت صفوی، حکومت خودش رو آغاز کرد و تا 1157 خورشیدی که از دنیا رفت حکومت کرد. حسن خلق، جوانمردی و رأفت کریم خان از مقوله‌هایی است که بیشتر منابع تاریخی در باب آن سخن گفتند و در عین حال از خشونت‌های گاه به گاه و نقاط ضعف و عادات و رفتارهای منفی او نیز مواردی را ذکر کردند. قتل عام افغان‌ها، کشتار مردم سلحشور و مقاوم لیراوی در صفحات لرستان و خوزستان که فرمان او را مبنی بر دادن سرباز پذیرا نشدند و در جنگی نابرابر سران آنها به قتل رسیدند و از سرهای آنان منار ساختند و زنان و کودکانشان را اسیر کردند، مواردی از نقطه‌های تاریک در کارنامه زندگی کریم خان است. تقریباً همه منابع تاریخی بر این باورند که دوران حکومت کریم خان، مخصوصاً بعد از غلبه بر حریفان و مدعیان سلطنت، دوران آرامش و آسایش و رفاه مردم ایران بوده است، زیرا که هم زمینه اجتماعی این آرامش فراهم بود و هم کریم خان شخصیتی مردم دوست و علاقه‌مند به رفاه مردم بود. کریم خان زند جزء آن گروه اندک از پادشاهانی است که غرور سلطنت و شوکت قدرت و جاه طلبی و دنیاداری او را فریب نداد و حداقل آثار این جاذبه‌ها در او کمتر از دیگر پادشاهان بود. راز پادشاه شدن کریم خان چه بود؟ زمانی که به دستور نادرشاه، مهدی خان ایل زند را به خراسان فرستاد و کریم خان به همراه ایلش سالها به خدمت اجباری رفته بودند و به نادرشاه خدمت می‌کردند، باعث شد که قوی‌تر از قبل بشن، چون تجربه‌های زیادی کسب کرده بودند و همون خدمت نقطه عطفی برای به اوج رسیدن کریم خان شد.